زمانی که ملائک قبض روح میکنه برش گفته میگوی امی ملائک قالوا فیما کنتم، در کجا بودی؟ کجا زندگی میکردی؟ در این قدر عمر جماعت دیدی؟ آذان دیدی؟ احکام اسلام دیدی؟ کجا زندگی میکردی؟ قرآن میگه ملائک قبض روح میکنه برش میگه فیما کنتم، کجا بودی؟ الم قالوا كنا مستضعفین فی الارض، و اظهار عذر خدا میکنه ما بسیار ضعیف بودیم، کمزور بودیم. اینجا میبینی که قانون کفریست، ما را در نماز نمیماند، در جماعت نمیماند، در حجاب نمیماند. خب نمیماند، از امی مملکت بودی یعنی که از جای دیگه آمده ای. دمی مملکت هم که باشی جای دیگه آمدگی را بگذار، دمین جم که تو باشی ملائک برش میگه